با مقصد اجرای دستور سپارش‌های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اوید با پیشگیری نصب و استفاده تجهیزات استحصال کریپتو اسعار غیر مقصدناک و غیر قانونی استفاده نیروی برق پس کردن تلفات نیروی برق و جمع‌آوری پوره مبلغی آن از حساب وزارت و اداره‌های داخلدار و کاتب شورای امنیت کمیسیای کاری دائمی عملکننده برابری معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان عثمانزاده عثمانعلی تأسیس داده شد که نتیجه آن در جمعیت‌های سهامی کشوده شبکه‌های برق شهر و ناحیه‌های ولایت‌ها دیده برآمده مورد بررسی قرار داده شدند. ضمناً با این در فیلیال جمعیت سهامی کشوده شبکه‌های تقسیمات برق در شهر کلاب جلسه نوبتی گروه کاری تحت ریاست معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان دایر گردید که در آن نتیجه فعالیت فیلیال‌های جمعیت سهامی کشوده شبکه‌های تقسیمات برق در شهر کلاب در 7 ماه سال 2025 و رفت اجرای سپارش‌های داده شده کمیسیای کاری دائمی عملکننده از 7 ماه سال جاری اوید با استفاده غیر قانونی و غیر مقصدناک نیروی برق در فیلیال جمعیت سهامی کشوده شبکه‌های تقسیمات برق در شهر کلاب مورد بررسی قرار داده شد. وابسته به رفت اجرای سپارش‌های قبلا در جلسه کمیسیای کاری وابسته به برطرف نمودن کمبودی‌های آشکار گردیده در فعالیت فیلیال جمعیت سهامی کشوده شبکه‌های تقسیمات برق در شهر کلاب گزارش معاون پروکورور گنرالی دیرکتوری اجنسی نظارت دولتی انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان معاون وزیر کارهای داخلی معاون یکم دیرکتوری اجنسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کورپسیا شنیده شد. اوید با فعالیت فیلیال جمعیت سهامی کشوده شبکه‌های تقسیمات برق در شهر کلاب در 7 ماه سال جاری و وابسته به برطرف نمودن کمبودی‌ها و اجرای سپارش‌های در جلسه قبلی داده شده دیرکتوری دپارتمنت رشد شبکه‌های برق جمعیت سهامی کشوده شبکه‌های تقسیمات برق حسابات پیشنهاد نمود. همچنین وابسته به وضع واقعی زیرساخت‌های برقی عامل‌های اساسی افزایش تلفات نیروی برق نشاندهنده‌های تجارتی قرضداری جمع‌آوری مبلغ نیروی برق استفاده شده از معیاری مقرر گردیده زیاد استفاده بردن نیروی برق تحلیل گردید. قید گردید که در 7 ماه سال جاری تلفات نیروی برق در فیلیال جمعیت سهامی کشوده شبکه‌های تقسیمات برق در شهر کلاب 28.2% را تشکیل داد که نسبت به همین دوره سال 2024 1.6% کم میباشد. نوابسته از این تلفات نیروی برق بیشتر در شبکه‌های برق ناحیه‌های همدانی، خوالنگ، تیمورملیک، وسط دنگره به نظر می رسد که زیاده از معیار می باشد. اینچنین در جلسه نسبت راهبران شبکه‌های برق و معاونان آنها ناظر و نظارتچیانی که در حالت از عهده وظیفه نبرآمدن چاره‌های ضروری اندیشیده شد. نظیر احمد سفر، عزیزالله سعید برای برنامه اخبار از شهر کلاب.